آتش جنگ پاکستان و افغانستان هنوز کامل خاموش نشده و وزیر جنگ امریکا به خاطر قتل یک خانواده از مردم افغانستان معذرت خواست. اما تروریست کیست و چرا قاتلان مردم افغانستان دیگران را تروریست مینامند؟ این سوال را رئیس جمهور سوریه مطرح کرده. همزمان مقام‌های واشنگتن و اسلام آباد به بهانه مهاجرت و مواد مخدر با هم دیدار کردند و روند تروریست خواندن افغان‌ها در ایالات متحده ادامه دارد. سلام، به خبر 10 از 1 خوش آمدید. برای پردازش به این خبرها همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی 2 همراه ما هستند. سلام زریر. یک روز پس از جنگ افغانستان و پاکستان مقام‌های اسلام آباد و واشنگتن با هم دیدار کردند. جزئیات و پهلوهای پنهانش چیست؟ گویا پاکستان و آمریکا نقشه‌های در سر داشتن از قبل. آنچه اتفاق میفته اخیراً هم حکومت افغانستان و هم بسیاری از استخبارات منطقه تایید میکنه که رویکرد مشترک آمریکا و غرب است که پاکستان در منطقه تطبیق میکنه. حالا نتلی بیکر، سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در پاکستان، با محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان دیدار مفصلی داشتن که بهانه‌شان دو چیز بود. یکی همکاری های مشترک در زمینه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، در حالی که ما شاهد هستیم خود پاکستان و خود امریکا همزمان در برابر اکثر مهاجرات، به ویژه افغانها، به ویژه مهاجران افغانستان، با چه ستمی، با چه ظلمی دارن برخورد میکنن و تمام اصول بین المللی در این زمینه را دارن نقض میکنن. حالا از بسته ماندن تمامی امکانات اولیه برای افغانها تا شکستن درب و دروازه و پنجره مهاجران افغان، تا غصب تمامی اموالشان و اخراج بی‌آبرومندانه‌شان به افغانستان گرفته، این که در آمریکا خب چی برخوردی با همه مهاجران به ویژه مردم افغانستان شد و تمامی دروازه ها را بروشان بست، بحثی جدا. دوم، در مورد مبارزه با مواد مخدر گویا کار کردن. همین چند روز پیش آقای متقی وزیر خارجه امارات اسلامی یک چیزهایی در این مورد گفت و گزارش های نهادهای بین المللی هم در مورد پاکستان اخیراً صدق میکنه که خود پاکستان اخیراً هزارها هکتار زمین را مواد مخدر، خشخاش و انواع مخدرات کشت کرده و امکان داره بعد دیگه کشورها صادر هم بکنه، قاچاق هم بکنه. در هر دو زمینه خب پاکستان کسی نیست که بشود به عنوان مبارز، همان گونه که در برابر تروریسم ادعای مبارزه هر دوی آمریکا و پاکستان میکنن، اما همه دنیا افکار عمومی به قول آقای شهرم میدانه که چی جریان داره. بنابراین در حالی که جنگ افغانستان و پاکستان فعلا متوقف است، ولی با توجه به اینکه حدود 5-6 بار آتش بس توسط پاکستان از تعهدش و بعد از تعهدات پیهمش با حضور چندین کشور در چندین شهر شکسته شد و نقض شد و بر خاک افغانستان تجاوز شد و دوباره پاسخ گرفت پاکستان و جنگ هر روز از فصل قبلش گرمتر به نظر میرسه، در چنین شرایطی که خب نشان داد پاکستان که از عربستان انکار کرد که گویا میانجیگری کرده و حالا شاید هم آمریکایی‌ها در دیدارهایی که در روی صحنه با بهانه‌ای دارن پشت صحنه شاید همو برنامه‌های مشترکشان هست که اخیراً یک مقام افغانستان هم گفت که پاکستان به دنبال تطبیق پروژه‌های مرموز است. زریر، احمد شر از افغانستان نام برده و در مورد توریسم تبصره کرده. هدف رئیس جمهور موقت سوریه چیست؟ احمد شر یک زخم داره که هر از گاهی به او زخمش نمک میپاشن و او برچسب تروریستی است که برش داده شده. احمد شر حالا در گذشته عضویت داعش را داشته، گویا قبلش القاعده را داشته و بعد سالها تحریر شام را حکومت بشار اسد و متحدانش در منطقه تروریسم میخواندن، مثل اکثریت گروه هایی که حالا برای آزادی های خودشان میجنگند و میجنگیدن و تروریست خوانده میشدن. مثلا تی تی پی را در پاکستان تروریست میخوانند، ولی خب حکومت افغانستان و خود تی تی پی نظرشان این نیست، میگه اونا خب مردم پاکستان هستن و دایه‌ای دارن و به حقوقشان نرسیدن، برای حقوقشان مبارزه میکنن، برای دینشان. بلوچای پاکستان، آزادیخواه بلوچ، اونا خوارج میخوانن، با لفظ دیگری تروریست میخوانن، ولی در واقع شاید چنین نباشه. شما اگر با بلوچا بشینی، اونا سالهاست از بد روی کار آمدن پاکستان به دنبال آزادیشان هستن. حالا آقای احمد شر چی میگه؟ میگه که کسانی که در افغانستان سالها مردم را کشتند، کودکان را، افراد بیگناه و ملکی را از بین بردن،
اونا دیگران رو تروریست میگن. بله. به غزه اشاره کرد، گفت کسانی که در غزه سالها کشتند اونا تروریست میگن. بله. گفت کسانی که کودکان را میکشن دیگران را تروریست میگن. آقای شهر مشخص نکرد که چه کسی، ولی میشود فهمید از فحوای صحبتش که شاید همین آمریکایی‌ها و غربی‌ها منظورش است که در افغانستان مردم را سالها کشتند و بعد مخالفانشان را تروریست گفتن. بله. حالا هم مخالفان خودشان را تروریست میگن. همین چند روز پیش هم ما شاهد بودیم که چند تن از افغان‌ها را بازداشت کردن، خب تروریست برچسبشان زدن. حالا حدودی کمتر از 900 نفر هنوز مشکوکند نسبت بهش که آیا برنامه تروریستی داره یا نه آمریکایی‌ها. آقای احمد شهر گفت که تروریسم از حدود 25 سال از گفت ما اینو میشنویم، ولی مفهوم مشخصی نداره و در واقع باید کسی را که اون افراد بیگناه را از بین میبره، کسی که او افراد ملکی را هدف قرار میده و قوانین جنگی را میشکنه باید تروریست بگه. اما گفت در دنیا اینطوری نیست و هر کس مخالف خودش را تروریست میگه. به این مسائل پرداخت. همزمان با تروریست خواندن چندین افغان، وزیر جنگ امریکا از افغانها بابت اشتباه 4 سال پیش معذرت خواهی کرد. آیا اهمیتی داره به نظر خودت؟ تا جای اهمیت داره ولی تا جای نیست. شما اگر یک میخ را بکوبی به یک زخم، به یک دیوار درش بیاری که زخمش میمانه. اگر شما یک کار چاقویی را به سینه ملت فرو کنی درش بیاری، خب دردش میمانه. بنابراین آمریکایی ها زخم های را فرو کردن که خب معلوم نیست مردم افغانستان کسایی که زخم خورده ازشان البته میبخشن یا نه و دیگه کلا غربی ها. به هر حال آقای پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده یا رئیس پنتاگون که وزارت دفاع بود قبلا، در پیوند به یک مورد معذرت خواهی کرده و اعتراف کرده که پس از سقوط جمهوریت یک حملاتی در دروازه ابی فرودگاه کابل یا میدان هوایی کابل اتفاق افتاده بود و بعد از اون حملات اینا با پهپاد با هواپیمای بی سرنشین یک سری حملات انجام دادن که گویا تروریستا را میزنن. بعد یک خانواده را هدف قرار داده بودن. همون زمان هم اعتراف کرده بود آمریکا. حالی هم آقای پیت هگزت اعتراف کرد و بابتش معذرت خواهی کرد. ولی خب این تنها کاری نیست که از سوی آمریکا شده. خانواده زیادی در گوشه و کنار افغانستان بودن که میگن در نتیجه اشتباهات آمریکا بدون اینکه اهل نبرد باشن، بدون اینکه نظامی باشن، هدف قرار گرفتن. زریر، امارت اسلامی واکنشی هم به تصمیم اخیر استرالیا داشته. اندک هم به آن بپردازیم و اینکه چشمانداز جایگاه افغانستان در نظام بین الملل چیست؟ حدود 140 تن که شامل 4 مقام برجسته از مقامات برحال امارت اسلامی هست توسط دولت استرالیا و طی یک قانون مشخص و مستقلانه و تحریم های برشان وضع شد و تعزیراتی به اونا ایجاب شد. این مسئله واکنش امارت اسلامی را برانگیخت و آقای ذبیحالله مجاهد سخنگوی امارت دیروز گفت که اولا که ما و مقامات ما و افغانستان نیازی به استرالیا نداره، فعلا تعاملی با اونا نداره و دوما این کار غیر عادلانه و غیر منصفانه است. به هر حال استرالیا و اکثریت کشورهای اروپایی در نقش قدم آمریکا قدم برمی‌دارند و خب آنچه روی کرد آمریکا در قبال افغانستان است بدیهی و طبیعی است که بقیه کشورهای اروپایی هم چنان روی کرد داشته باشند. اکثرا آمریکا خودش قدمی را بر نمی‌داره، یا توسط سازمان ملل برش می‌داره یا توسط اروپایی ها که این کار شده. به هر حال زیاد جدی گرفته نشده. زریر، از روابط افغانستان با روسیه، چین و ایران چه خبر؟ رابط افغانستان با روسیه و چین و ایران به پیمانه در حال گرمتر شدن است که ما آنچه در منطقه میبینیم اخیراً شکست آتش بس هم بی ربط به او نیست، همزمان با هند. این گرمای رابطه خشم آمریکا را و رویکرد سلطه‌گرانش را برانگیخته که در پاکستان نشست‌های برگزار میکنن. اینها افغانستان به طور بی پیشینه‌ای تعاملات تجارتیش را با ایران افزایش داده و بدیلش انتخاب کرده به جای پاکستان با چین. همزمان که چین یک فرصت سرمایه‌گذاری کلانی در افغانستان سراغ داره و تعاملش خیلی خوب است با حکومت کنونی، با هر حکومت خوب بوده. ما هم دو روز قبل آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را شنیدیم که در کنار نخست وزیر هند آقای نریندرا مودی از افغانستان ستایش کرد و بعد گفت که خب کشوری هست که فعلا یک حاکمیتی است که باید قبولش کرد، با داعش مبارزه کرده به عنوان تهدید مشترک منطقه‌ای و بین المللی و همچنان با مواد مخدر مبارزه کرده و از این دست مسائل. کلا دیده میشه کشورهای منطقه دیدشان به افغانستان در حال تغییر کردن است، اما افغانستان در دید آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه هنوز سرد است و جایگاه اولیش را نداره.
زری دروازه تورخم اسپین بولدک به خاطر کمک‌های بشردوستانه برای رفت آمد باز شده. مثلا تا چی وقت دیگه ادامه پیدا میکنه و میتونه به شکل نرمال این رفت آمد باز شوه به خاطر از اینکه بیشتر تاجرای افغانمان متضرر نشوند؟ دقیقاً این اضراری که بر تاجرای افغان وارد شده چندین برابرش بر تاجرای پاکستانی وارد شده. یکی از دلایلی که خود پاکستانی‌ها ابراز پشیمانی میکنن هم است. حالا باز شده، محدود باز شده، فقط بر روی اخراج افغان ها که همیشه باز بود، حالا هم بر روی بعضی از کمک های یا مواد اولیه بشردوستانه به افغانستان تحت فشار سازمان ملل باز شده. ولی افغانستان چندین بار دیروز هم روی کرد افغانستان این بود که تضمین های بعد از پاکستان داده شود. تضمین داده شود که دیگر از این گذرگاه ها به عنوان ابزار فشار بر تاجران افغان و بر کل مردم افغانستان استفاده نمیشه. در چنان صورتی است که ما هم موافقت خواهیم کرد به بازگشایش. نیازی هم دیگه به اون نداریم، ما بدیل ها رو پیدا کردیم. و این به این معنی است که اگر پاکستان بخواهد که کلا باز بکنه، چون این کمک های سازمان ملل است، به اون خاطر هم افغانستان موافقت کرده، ولی اگر قرار باشه کلا باز بکنه، رفت آمد تجاری بین دو کشور باز شود، او زمان اتفاق خواهد افتاد که تضمین داده شود از طرف پاکستان. اگر پاکستان این کار نمیکنه، باز شاید پاکستانی‌ها باز کنن، ولی از طرف نیروهای افغانستان بسته شود. تشکر زریر از حضورت در برنامه. این بود مهمترین ها این ساعت که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.